تو میتونی خدا رو ببینی؟ نه. جوری بهش باور داری؟ ای خدا! ذات خدا از اونجایی که بی‌نهایت و نامحدوده، یک امر و شیء محدودی مثل ماها هیچ وقت نمیتونه درکش کنه و ببینتش، مگر اینکه خود خدا این توانایی رو به ما بده که بتونیم ببینیمش. دقیقاً مثل اون قضیه نابینا. حالا فهمیدی هر چیزی رو که آدم نتونه احساسش کنه قرار نیست وجود هم نداشته باشه؟ آره واقعا تا حالا اینطوری قانع نشده بودم. دمت گرم. احسنت عبدالله، احسنت.